افادی دو خر داشتن. بعد یه روز خراش آتی ببره لای دریا. لای دریا آتی میبره که یک خرش آب میخوره سیر میکنه و یکی تور میخوره میگریزم. این خر دیم این خر که میتوره این آب نخورده ایدیم همینه میدوه میره ایدیم اون خر. همین سکرده کرده میره داخل. باید میگه افاده ایدیم سر میکنه سر میکنه خر را گم میکنه. این خر آخی سکوزی خر تیز یکت میگیره میره. با پریزده میره یک قشلوق میدره میگه که یک کسانه میگه همینجا همین قشلوقش بود دو خر گذاشتگی نبود. من میپرسم خرا چخیلی بود؟ من میگه که یک تاش آب خوردگی بود و یک تاش آب خوردگی نبود.